بنابراین الله تعالی در قرآن کریم در سوره مائده گفت که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقها در درکه پایانترین دوزخ میسازند. منافقها یعنی آن انسانایی که در قلبشان به یگانگی الله تعالی ایمان نیست، به جناب رسول الله ایمان نیست، به جنت و دوزخ به دین اسلام اعتقاد ندارند، لیکن یا از ترس یا با دیگر مقصدهای باطل در بین مسلمان ها میگردند تا اینکه از اخبار آنها باخبر شوند و دیگرها را باخبر کنند، یا دیگر مقصدهای باطل. به یگانگی الله تعالی ایمان ندارد لیکن ظاهرا خودش مسلمان حساب میکنند، اینها منافق هستند. خداوند بزرگ اینهای از همه پسترین درکه دوزخ با وعده کرد. یعنی از این بالاترش بعضی ها گفته که مشرک ها، از این بالاترش جین ها و شیطان ها در طبقه زمهریر، طبقه خنکش است. از جمله 7 طبقه یکتش طبقه خنک که آنهایی که جسمشان آتشین است و از آتش آفریده شدند، آنها را الله تعالی در خنکی عذاب میدهد. یعنی این درباره درها و درکه های دوزخ. اما طعام اهل دوزخ باشد، الله تعالی در قرآن کریم گفت که اینها طعام اهل دوزخ گفت شجرت الزقوم، درخت زقوم، که این درخت در قرآن کریم الله تعالی با نام مذمت و ملامت گرفت. حتی در یک سوره صافات گفت که انها رؤوس الشیاطین، این درخت ظاهرش هم به ضد منظر است، ظاهرش هم یعنی منظرش هم بسیار منظرش به سر شیطان ها مانند است. گفته بسیار ملامت کرد. این درخت در اصل دوزخ می سازد. درخت خودش از آتش است، پاک است آن پروردگاری که در آتش درخت می سازاند و همه کار قادر است. درخت می سازاند. وقتی که اهل جنت طعام می طلبند کالمهل، طعام های آنها وقتی که طعام طلب میکنه از درخت یعنی زقوم درخت طعام داده می شود که این بسیار تلخ است، بسیار درخت تلخ است که این فرو بردنش و به دهان گرفتنش خودش یک امر محال است. بنابراین در بعضی کتاب‌های تفسیر گفتند که بعضی انسان‌ها را فلان چیز زقوم گفته میشد. یعنی وای انسان که معامله کردن تلخ است، وای که زندگی کردن بسیار تلخ قین است. بنابراین همون درخت زقومی که خدا در قرآن ذکر کرد گرفته هم به لقب مانده میشد که فلان چیز زقوم گفته. بنابراین بسیار درخت بدمزه است، تند است. خدا میگه لا یسمن ولا یغنی من جوع، و این طعام های اهل جنت انسان سیر هم نمی کند، از گرسنگی بی حاجت هم نمی کند. و وقتی که آب طلب میکنند یغاث بماء کالمهل یشوی الوجوه، وقتی که آب طلب کنند آب جوشان داده میشد. وقتی که آب از تشنگی مجبور شده دهانش به نزدیک میکند، از حور گرمی آب روحاش، گوشتاش و پوستاش آب شده میریزد به درمی آبش. بسیار عذاب‌های دوزخ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که این آتشی که شما در دنیا اینو میبینید این یک جزء از 70 جزء آتش دوزخ است. گفتند آتش دوزخ 69 جزء، 69 مراتبه از آتش دنیا، یعنی سوزشش وزنین‌تر و سخت‌تر است که الله تعالی اینو آماده کرد برای آنهایی که به یگانگی پروردگار ایمان نمی بیارد و پیغمبرای الله تعالی ایمان نمی بیارد. پیغمبرا را دشنام می دهد، پیغمبرا را به قتل رسانیدن، پیغمبرا به ایمان نمی آوردن، مسخره می کردن، به دین الله تعالی زبانی بد می رسانند، دین الله تعالی را تحقیر می کنند، به دین اعتقاد نمی کنند. الله تعالی آنها را عبادت کرد و آنها دیگر چیزها را عبادت می کنند. الله تعالی این دوزخ را برای آنها آماده کرده است. اعدت للمتقین، در چند اعدت للکافرین، این دوزخ برای یعنی کافران آماده کرده شده است. در چند جا یعنی بیان میکند وقودها الناس والحجاره، آن چیزی که ماده که از همون چیز یعنی ماده وظیفه هضم میگیرد سنگها و انسانها، یعنی آن چیزی که دوزخ با همون چیز در میگیرد این انسانها هست و سنگها هست. خاص بعضی مفسرها گفتند که سنگهای الله تعالی آماده کرده است که روز قیامت با آن سنگ دوزخ را در میگیراند. گفته بنابراین بسیار منظره بد است، بسیار خدا در قرآن میگه فبئس المصیر، بسیار جای بد است، اطرافش با دیوالهای آتشین پیچانیده شده است، قعرش اینقدر است. از همه سبکترین شخصی که در آتش دوزخ عذاب داده می شود رسول الله گفتند که یک مردی که 2 پای افضال آتشین پوشانده می شود، در پایش 2 پای افضال آتشین هست، دیگر یگان جای بدنش به آتش نمی رسد.
فقط همین 2 قدمش در آتش هست، خلاص یغلی منهما دماغه. لیکن از گرمی یعنی همون پای افضل دماغش می جوشد چه خیلی که آب در دیگ می جوشد. از گرمی در بعضی روایت ها در تگی پایش 2 لخچه گذاشته می شد که عمکی پیغمبر ابو طالب به دین مقدس اسلام خدمت کرد. پیغمبر صلی الله علیه وسلم از مشرکای کافرها محافظت کرد، یاردم و نصرتش به دین اسلام رسید. لیکن به یگانگی الله تعالی و به شریعت پیغمبر ایمان آورده از دنیا گذشت. مردم پرسیدند که یا رسول الله به این قدر خدمت یگان فایده رسانیدید؟ گفتند که بله، کان فی ضوضاح من النار. گفتند که در انگی دوزخ بود، من به روی دوزخ رو آوردم، در تگی پاش 2 تا لخچه گذاشته می شود، یغلی منهما دماغه، از گرمی همون 2 لخچه دماغش می جوشد. گفتم ابو طالب و همین عذاب 1 میلیون و 1 میلیارد سال و 1 بیلیون سال نه، بلکه این آخر ندارد. اما آنهایی که به یگانگی پروردگار ایمان آوردند لیکن در دنیا مثلا ریباخور بودند، دزد بودند، زناکار بودند، مثلا دیگر گناهایی که پیغمبر از آن نهی کردند آن گناههای میکردند، لیکن اینها دین احترام میکردند، الله تعالی ایمان داشتند، پیغمبر جنت و دوزخ یعنی ایمان به دین داشتند، اعتقاد به دین داشتند، اینها را الله تعالی به قدر گناهش در دوزخ سوزانیده عذاب داده. سپس در بعض روایات در دوزخ میماند، میگه مانند کومر میشود. سپس الله تعالی اینها را به یک دریای یعنی دریای حیات پرتافته، سپس آنها را به جنت می‌دارد. لیکن اهل آنهایی که به یگانگی ایمان ندارند نآوردند، آنها در آتش دوزخ ابدالآباد می‌سوزند. دوزخ تمام نمی‌شود، دوزخ انتها نمی‌یابد. الله تعالی این قدر ظالم‌ها در دنیا ظلم می‌کنند. حالا بسیار مردم می‌پرسند که برای چه خدا همین های عذاب نمی‌دهد؟ الله تعالی آنها را در دنیا مهلت می‌دهد تا اینکه روز قیامت عذاب مکمل چشند. یگان انسان، یگان جن در این دنیا نمیماند که وای به نصیحت رسیده نرود، دین مقدس اسلام رسیده نرود. همه انسان های روی زمین و جن های روی زمین به دعوت رسیده میرد، همه به دین اسلام دعوت میشود، همه بزرگی پروردگار را میبیند. لیکن با وجود همین قدر حیات طولانی، کدامی که اگر به دین مقدس اسلام ایمان نآورد، بازگشت وای به آن آتش سوزان دوزخ است، نعوذ بالله. بنابراین حضرت انس رضی الله عنه گفتند که کان اکثر دعای رسول الله صلی الله علیه وسلم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. از همه بسیارترین دعای پیغمبر چنین بود: پروردگارا برای ما در دنیا نیکی را ده، در آخرت نیکی را ده و ما را از عذاب دوزخ نگاه دار. گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکردند که حقیقت این دلالت به عذاب دوزخ سخت بودنیش میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الله تعالی وقتی که دوزخ خلق کرد گفت که ای جبریل، گفت یک رو دوزخ بین. وقتی که حضرت جبریل دوزخ دیدن گفتند که پروردگارا کسی که این دوزخ اگر صفتش شنود این دوزخ به نم بیاد، حرکت میکند اینجا ناآمدند. سپس الله تعالی گردی دوزخ شهوات کتی پیچونید، چیزهایی که مردم طبیعتشان دوست می‌دارد، همون چیزهای هر چیزی که مثلا گناه است. ببینید ناسکشا اناس 1 ساعت صبر کرد نمیتونن، سیگریت کشا هم تو دیگر، زناکارا هم تو دیگر، دزدا دستش عادت کردگی، گداها شرمش پریدگی، همه این چیزها وعده شده به دوزخ است. این چیزها برای انسان‌ها زیب و زینه، پول و مال دنیا و محبتش، پول و مال تمام انسانیت دوست می‌دارد. همین چیزهای شهوات یعنی اشتهی مردم میکشیدگی و میخواستگی چیزها که الله تعالی گردی دوزخ پیچانید. سانی گفت که جبریل رفته دوزخ دیده بیا. گفت وقتی که دیدم گفت که یا پروردگار همه به این دوزخ میفرد، فقط احوال این باشد. جنت هم همین خیر. جنت وقتی که یکم بار جبریل دیده اومد گفت که همه به این جنت میاد نشون داد اگر صفتش بود. الله تعالی دویو مراتبه گردی دوز جنت تمام مکاره چیزهای وزنین و مشقت که پیچانید. نماز بامداد قین است، ماه مبارک رمضان رو آورده ایستاده است که در ایام گرم که بابای و گذشتگان ما چندین سال پیش از این جانب همین روزانه روزه گرفته بودن، روزه آمده ایستاده است. همه این چیزا حج پول برآوردن از جگر قین است، چیزهای مشقت که گردی جنت الله تعالی پیچانید. سپس گفت که رفته جبریل جنت بین رفته دیده و گفت که این احوالش به هیچ کی نمیدارد. یعنی وزنین است، گرد و اطرافش مشقت است، با خارها پیچانیده شده است. انسان تا آخرش رفتن امر محال است. بنابراین الله تعالی روز قیامت روز حسرت و روز ندامت نامید، روز پشیمانی، روز حسرت،
روزی که کافرها وقتی که به آتش دوزخ می‌درآیند در آنجا داد و فغان میزنند که پروردگارا ما را از اینجا برآر، ما اگر دویم یک مرتبه ما به دنیا برگردانی نعمل صالحا، ما عملهای صالح میکنیم. الله تعالی در چند جای قرآن میگوید کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، هر وقتا که اهل دوزخ از دوزخ برآمدن خواهند گشته به دوزخ برگردانیده میشود، آنها نمیبرایند. حتی خزانه ها خدمتگارای دوزخ به اهل دوزخ میگویند که وقالوا یا مالک لیقضی علینا ربک، ای خجین دوزخ، ای خازن دوزخ، پروردگارت بگو لیقضی علینا، ما عقلا وفات کناند نبراود. چند جامعه طلب میکنم که ما برار عملی صالح میکنیم، توی عبادت میکنیم، نمیبرارد الله تعالی. یک جای دیگر میگم که پروردگار یک روز عذاب ما آزاد کن، با معیلش گشته درار، الله تعالی اجابت نمیکنه. سپس میگم که لیقضی علینا ربک، پروردگارت گو ما عقلا میراند، عذاب نکشیم، جنت به هم نداریم، ما عذاب هم نکشیم، مریم عقلا. گل پروردگارت ما به قتل رساند، ما وفات کناند. قال انکم معکثون، میگوید که خازن دوزخ شما میستید در دوزخ ابدالآباد میستن، همین حالت آنها است، نعوذ بالله. بنابراین یک روز رسول الله یک اعرابی، یک بادیه نشین گفتن که در نمازت چی گفته دعا میکنی؟ گفت که میگم که پروردگارا من از تو جنت را میپرسم و از تو میپرسم که مرا در پناهت از آتش دوزخ نگاه داری، گفته میپرسم ولا استطيع دندنتك و دندنت معاذ، لیکن من دندنه توی دندنه معاذ کر نمیتونم. مقصد من یک بادیه نشین، من این خیلی فصاحت و بلاغت کتی چیزهای دراز، قافیه بندی آخراش خیلی جمله های خوشرو کتی از پروردگار حاجتم پرسیده نمیتونم. دندنه افتگیش میخیره، یک نغمه هاش میفهمید، آهنگاش میفهمید و معناش نمیفهمید. از جهتی آنکه شما بی‌سواد هستید و آدم معلوماتش وسیع از خوش رو دعا میکند، همین خیلی گفت. من گفت از الله تعالی جنت میپرسم و از دوزخ پناه میجویم، لیکن دندنه تو یا رسول الله و دندنه معاذ نمیتونم. که رسول الله گفتن که حولها ندندین، ما هم در اطراف همین دو چیزی تو میپرسیده که دندنه کره میگردیم. گفتن یعنی هر چقدر دعای ما دراز باشدم همین گردی همین دعای تنده ای بادیه نشین، یعنی مقصد اساسی ما الله تعالی از جنت بدارد و از آتش دوزخ نگاه دارد. گفته الله تعالی در این دنیا یگانه است، غیر الله تعالی یگان خدایی نیست. کدام انسانی که یا کدام جنی که الله تعالی را یکسو گذاشته دیگر چیز را عبادت کند یا همراهی الله تعالی دیگر چیز را عبادت کند، الله تعالی وعده میدهد که روز قیامت همون مشرکا را همراهی خداهاشون در آتش دوزخ میسازند. بنابراین حتی آفتاب و ماهتاب الله تعالی در آتش دوزخ میپرتاید. میگن رسول الله آفتاب و ماهتاب عذاب نمیکشد، برای اینکه اینها چیزای بیجان است. اینها الله تعالی در آتش دوزخ میپرتاید، در آتش دوزخ میسوزانند، تا اینکه آنهایی که آفتاب و ماهتاب عبادت میکردند برای خور کردن آنها، هر بت‌ها، صنم‌ها، خداها باطل، خداهای باطل، گاو و حیوانات، هر چیزی که مردم برای خود خدا گرفتند، روز قیامت خدا میگوید که اینکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، شما ای مشرکا و آنهایی که شما به آن خدا گرفته در دنیای عبادت کرده، همتون هیزم‌های جهنم هستید روز قیامت. خدا برای خارگردانیدن مشرکا خداهاشون هم در نظر آنها میسازد که این خدا باشد خودش از آتش دوزخ نجات میداد. بنابراین ما باید یگانه الله تعالی را عبادت کنیم، از آتش دوزخ بترسیم. درباره دوزخ کتاب‌های خاص نوشته شده است، لیکن در این مدت‌های کوتاه همه آن را بیان کرده نمی‌شود. ما ببینید هر جمعه یک موضوع، یعنی میگوید رؤوس الاقلام، سری قلم، عنوان‌هاش گفته میگذاریم یا بعضیش عنوانش هم گفته گذاشتم، وقت نمیرسد. یعنی آن انسانی که اگر لذتی طلبی علم برسد، این علم وحی از طرف خدا هست، از آسمان آمدگی هست، این یک سخن خدا هست، سخن پیغمبرم عبارت از آسمان نازل شده است، این وحی است، این چیزایی که خطاگی ندارد. بنابراین این یک لذتی دارد که لذت‌های این قرآن مخلوق نیست، لذت‌های دنیا همش عبارت از مخلوقات است، مخلوق است. بنابراین خوشا به حال آنهایی که حیاتش برای فهم این شریعت بزرگ صرف میکنند. اگر کدام یکی چه خیلی که ابو اسحاق
اندلوسی به فرزندشون نصیحت کرده میگن که لو ذقت من حلواه، اگر تو حلوای علم مردش میچشیدی دیگر همه کارهای دنیای عکسو میگذاشتی. این آتش دوزخ ما فصل تابستان ما و شما را خاطر رسانی به آتش دوزخ میکند. بنابراین در یک حدیث آمده است که رسول الله گفتند که کدام انسانی که 3 مراتب پروردگار مرا به جنت در آورده دعا کند، الله تعالی و جنت خطاب کرده میگه پروردگار فلان بنده به جنت در آور. و دوزخ وقتی که کدام انسانی که 3 مراتب پروردگار من از آتش دوزخ نگاه دارفته اگر دعا کند، دوزخ میگه پروردگار فلانی را از آتش دوزخ نگاه دار. یکی از صفات جنتی ها بسیارتر میگم که ربنا پروردگار ما با آتش دوزخ ندار که وای بسیار عذاب بد است، جای بد است، ما را از آتش دوزخ پناه گرفته. در شبان روزی خود از الله تعالی بسیار طلب میکنه. الله سبحانه و تعالی هر یک ما و شما را همراهی اهل و عائله و نزدیکان ما از آتش دوزخ در پناهش نگاه دارد و هر یک ما را وارد جنت جاودانه گرداند. و صلی الله تعالی علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.